آموزش مدیریت پروژه با نرم افزار مایکروسافت 365. یکی از نرم افزارهای بسیار پرکاربرد در زمینه مدیریت پروژه نرم افزار پروژکت منیجمنت هست که یکی از نرم افزارهای زیر مجموعه مایکروسافت 365 می باشد. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا مدیریت پروژه باید یاد بگیریم و مزیت‌های اون توی صنعتی که ما درش کار می‌کنیم چی هست؟ در واقع یک مهندس صنایع یا یک مهندس در صنایع نفت و گاز چرا باید آشنا به مدیریت پروژه و نرم افزارهای مربوط به اون باشه؟ در این خصوص موارد مختلفی هست که میشه به اون اشاره کرد، از جمله efficiency and organization. خب این یعنی اینکه شما به کمک این نرم افزار قادر هستین یک سازماندهی خیلی منسجم‌تر به پروژه بدین و به تبع به کمک اون میتونین راندمان پروژه رو به شدت افزایش بدین. مزیت بعدی کلیر گولز هست. در واقع این نرم افزار به شما این امکان رو میده که اهدافتون در این پروژه رو شفافتر و واضح‌تر کنین. مزیت بعدی ریسک منیجمنت هست. یکی از پارامترهای بسیار مهم در هر پروژه شناخت ریسک‌هایی هست که ممکنه شما در طول اجرای این پروژه باهاش برخورد کنید. این نرم افزار این امکان رو به شما میده که ریسک‌هایی رو که ممکنه در طول اجرای پروژه باهاش برخورد کنید رو بشناسید و راهکارهای حل اون مسائل رو قبل از مواجه شدن با اونها پیدا کنید. موضوع بعدی improve communication هست یا در واقع ارتقاء سطح ارتباط بین اعضا. این نرم افزار این امکان رو به ما میده که بتونیم ارتباطمون رو با اعضای تیممون، کلاینت ها و افرادی که در ارتباط با این پروژه هستند افزایش بدیم. این مواردی که اشاره شد تنها تعداد کمی از مزیت‌های یادگیری مدیریت پروژه است که میتونه ما رو ترغیب کنه که اگه تا امروز اون رو یاد نگرفتیم بریم و آموزش ببینیم و به شکل کاربردی در صنعت مورد نظرمون ازش استفاده کنیم. نرم افزارهایی که در مایکروسافت 365 میتونن در مدیریت پروژه به ما کمک بکنن عبارتند از مایکروسافت لیست، مایکروسافت پلنر و مایکروسافت پراجکت. در ادامه به بررسی نرم افزار مایکروسافت لیست میپردازیم، مزیت‌های اون رو بررسی میکنیم، روش نصب نرم افزار و بعد از اون مشخصه های نرم افزار رو با هم یاد میگیریم و در انتها یک کیس استادی به کمک این نرم افزار اجرا خواهیم کرد. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که دلایل استفاده از نرم افزار مایکروسافت لیست چی میتونه باشه؟ همونطور که قبلا اشاره کردیم، مواردی مثل سازماندهی بهتر، در دسترس بودن و قابلیت ادغام شدن با سایر نرم افزارها میتونه از جمله مزیت‌های استفاده از این نرم افزار باشه. اما وقتی میگیم سازماندهی بهتر یعنی چی؟ در واقع این نرم افزار امکان رو به شما میده که به راحتی بتونین دیتا هاتون رو سورت و فیلتر کنید، یا این امکان رو به شما میده که کاستوم ویو کنید، یعنی در زمان بندی هاتون کلندر ویوز داشته باشین و یا گرید ویوز در آنالیزات. همچنین این امکان رو به شما میده که بتونین لیست هاتون رو با اعضای دیگه گروهتون به اشتراک بگذارین و یا امکان ادیت این لیست ها رو به اعضای گروه شما در یک زمان خواهد داد. یکی دیگه از مزیت‌های این نرم افزار در دسترس بودن اونه. در واقع شما میتونید به صورت آنلاین یا آفلاین از این نرم افزار استفاده کنید و یا اپلیکیشن اون رو روی تلفن همراهتون نصب و از اون استفاده کنید. همچنین شما این امکان رو دارین که به هر کدوم از اعضای تیمتون که میخواین مجوز استفاده، دیدن و یا ادیت از این لیست ها رو بدین. همچنین قابلیت ادغام شدن با سایر نرم افزارها یکی دیگه از مزیت‌های این نرم افزاره که اونو برای ما خاص‌تر میکنه. به طور مثال شما به راحتی میتونین دیتاهای ورودیتون رو از اکسل بگیرین و یا لیست‌های ساخته شده رو به صورت اکسل اکسپورت کنین. همچنین میتونین لیست‌های ساخته شده رو به پاور بی آی هم اکسپورت کنین.